مفهوم ifade کردنی فونکسیون تریگونومتری مثلا سینوس کوسینوس تانجنس و کوتانجنس این فونکسیون تریگونومتری با واسطه تانجنسی نصفی کنج تانجنسی چیزه؟ نصفی کنج نبینید تانجنسی کنج خودش الفا نصفش میشه همین امنا چهل کنیم که مثلا سینوس تانجنسی الفا تقسیم دو کتی یابیم یا کوسینوس تانجنسی الفا تقسیم دو کی یابیم تمام مقصدی ما فهموان مقصدی پیش ما گذاشتگی من مقصد درسی ما چیزه این چیز مقصد این های دیده کندم اگه میتونم اینه اثبات میکنیم همه اهمیت کرد برای یکم چیز اثبات کردن سینوس الفا تانجنسی الفا تقسیم دو ifade کردن ما اکدام فرمول استفاده می‌کنیم سینوس الفا یا باید نسبی کنج که ifade کنیم چه شده بود دو سینوس الفا تقسیم دو کوسینوس سه الفا تقسیم دو هم شده بوده انا کو همین سینوس الفا با واسطه تانجنسی الفا تقسیم دو ifade می‌کنیم برای این چیکار می‌کنیم عینیت اساسی تریگونومتری یادتون بیارید خود چه بود این کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو جمع سینوس کوادراتی الفا تقسیم دو برابر چند؟ یک کوسینوس کوادراتی یگان ارگومنت جمع سینوس کوادراتی همون ارگومنت با چند برابر؟ اینجا فرقش نه کوسینوس کوادراتی الفا می کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو می سه الفا می دیگه کنج می اگر هر دوش یک کنج باشد همان ارگومنت باشد همه وقت برابر چند؟ یک ما چون این منه الفا تقسیم دو گرفتیم برای اون که ما با اینجا الفا تقسیم دو که داده شدگی همین چیز لازم تمام؟ اگه دوامش نگاه کنید سینوسی الفا مایا من این تر نویسم بشد می دو سینوسی الفا تقسیم دو کوسینوسی الفا تقسیم دو تقسیم یک همه چیز یک به تقسیم بدیم با همین خودش میشه کو همین خیلی انا کو جای یک و شما گفتید که این چیز به یک برابر میشه کنن همین چیز آور مونیم اگر جای یک و این خیلی شکل میگیره سینوسی الفا ما و چی برابر میشه سینوسی تقسیم دو ضرب کوسینوس الفا تقسیم دو تقسیم کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو جمع سینوس کوادراتی الفا تقسیم دو آفرین برابری یک نه جای یک به چیز آمد برابری من سینوسی چیزه الفا آفرین انا که اینجا سینوس و کوسینوس که داده شدی چطور کنیم که تانجنس که ifade شود فرمول تانجنس چه برابر بود تانجنسی الفا تقسیم دو نه فقط با واسطه سینوس و کوسینوس کردیم تانجنس نسبتش خودش سینوس کوسینوس به تقسیم کنیم انا خیلی بود میخوای تانجنسی الفا تقسیم دو ما سینوسی الفا تقسیم دو اگه همین چیز اینجا سینوسی الفا تقسیم دو تقسیم کوسینوسی الفا تقسیم دو ساختم و چون کنیم بچه‌ها نگذرید هم صورت و هم مخرج و کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو یا تقسیم کردیم یکی من نازش کنم این چیزی میشه سینوسی الفا برابری این صورت خودش نویسه خطی کسر کشته موندم صورت من نویسم دو سینوسی الفا تقسیم دو کوسینوسی الفا تقسیم دو تقسیمی سیفتم کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو عیناً همین کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو صورت مخرج بیام چیکار میکنیم کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو جمع سینوس کوادراتی الفا تقسیم دو تقسیم کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو آفرین بچه‌ها با این همین ifade تغییر یافتگیش نیده چون که کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم دو هر روز با اختصار میشه تو همین چیز میمون از خودش تمام انا کو اگر نگاه کنید اگر این جنبه یک تا کوسینوس الفا تقسیم دو تا که این کوادراتش اختصار میشه میموند چیزه دو سینوسی ضربی سینوسی الفا تقسیم دو تقسیم کوسینوس الفا تقسیم دو مخرجش چی؟ مخرجش تماشا کنید ما صورتی مخرج این صورت
اعضا به اعضا مخرج رو تقسیم کرده گیریم میشرده این خاصیتی کسر نکرده نه A پیروز B تقسیم C باشد C میشه A تقسیم C پیروز باشد پیروز مینوس باشد مینوس B تقسیم C این کسری عادی نه خاصیت بودن درست میامه چیز الان این چیز اینجا تطبیق میکنیم کوسینوس کارت الفا تقسیم 2 کوسینوس کارت الفا تقسیم 2 و تقسیم کنیم چند امتیاز یک پیروز سینوس کارت الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس کارت افین ببینید بچه‌ها a کوادرات تقسیم b کوادرات دیگه کی این چه خیلی نوشتن ما ممکن بود a تقسیم b r همین یک بار همین فکر نویسیم سینوس الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس الفا تقسیم 2 در چیزه آفرین انا اینجا نگاه کنید سینوس الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس الفا تقسیم 2 چیه میشه اینجا به جاش به تانگنس الفا تقسیم 2 آورده کنیم آنگاه میشود یکم فرمولی ما من یکم مقصد رو رسیدیم چیزه سینوس الفا ما برابری 2 تانگنسی الفا تقسیم 2 تقسیم 1 جمع تانگنسی الفا تقسیم 2 چیزه شد؟ کوادرات تعریف نکردیم این یکم فرمولا خطوری برای فرمولا همو چون کنیم؟ مقصد یکم برسیدیم گذاشتیم مقصد دوم مقصد دوم هم همین کار یگان جای دیگرش نیست فقط که سینوسی الفا باشد اینجا ما چه میگیریم؟ کوسینوس یعنی فرمولا سه بود کوسینوس الفا یا کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 طرح سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 این فرمولا تغییر میدیم تمام شکلش دیگر میکنیم تماشا کنید کوسینوس الفا برابری با تقسیم 1 میکنیم این برای این و جای 1 به کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 جمع سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 آورده میمونیم کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 طرح سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 تقسیم 1 یگان چه برابر کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 جمع سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 عیناً همین این پروسیدوری که برای سینوس تطبیق کردیم اینجا هم تطبیق میکنیم یعنی هم صورت و هم مخرج رو چیز تقسیم کنیم میگیم کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 آفرین این اخه میشه کوسینوس الفا برابری نه اهمیت کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 طرح سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 تقسیم بله کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 انا کن کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 جمع سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 بله با اعرای خاصیتی کسر استفاده برده تقسیم گیریم چی چه میشه کوسینوس الفا ما برابری چند امتیاز سی یک مینوسی سینوس کوادراتی اکو اینه یک بار چه می‌نویسیم سینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس الفا تقسیم 2 در کوادرات بله مخرج ما هم میشه کوسینوس کوادراتی تقسیم 2 کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 تقسیم شده یک جمع سینوس الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس الفا تقسیم 2 در کوادرات آفرین در کوادرات عیناً همین طور در روی خط چی برابر؟ تانگنسی الفا تقسیم 2 جاش بموندیم یک ترگی تانگنسی الفا تقسیم 2 کوادراتش ایام نبود تقسیم 1 جمع تانگنس کوادراتی الفا تقسیم 2 این فرمولا برای چه؟ کوسینوس الفا برابری این یک دیگر فرمولا انا تانگنسی الفا مویا با واسطه نسبی کرنچ ifade کردی بودیم با و اگر استفاده کرده شدگی این چیزه تانگنسی الفا برابری 2 تانگنسی الفا تقسیم 2 تقسیم 1 طرح تانگنس کوادراتی الفا تقسیم 3 این چیز وای درس اثبات شدگی کتانگنس چی؟ کتانگنسی الفا ما همین چیزش چپش برابری 1 طرح تانگنس کوادراتی الفا تقسیم 2 تقسیم 2 تانگنسی الفا تقسیم 2
4 تا دیگه فرمول نفع برای ما زیاد. ما مقصدمون برسیدیم. من اینش هم می‌گفتیم. اینش هم و اینش هم. معقول می؟ تمام.